یک زن 46 ساله ساکن شهر کونه‌بادام در شمال تاجیکستان که با وجود گرفتاریش به بیماری ویروس نارسایی معصونیت بدن یا اسپید به تنفروشی مشغول بود، دیده دانسته زیر خطر گرفتار شوی به این بیماری قتل گذاشتن 11 نفر از مشتریانش عیبدار می شود. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 28 مارس سال 2023 در نشر نوبتی برنامه میلیڅ خبر میدهد خبر داد که به ضد این زن تنفروش سابقه دار در شعبه میلیڅ شهر کونه‌بادام بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای دیده و دانستن و تحت خطر سرایتی به اسپید گذاشتن و یا به این ویروس قتل گرفتار کردن شخصان دیگر همچون جزا از محدود کردن از آزادی به مهلت از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. خود زن دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه میلیڅ او با وجود اون که به ویروس اسپید گرفتار بودنش را میدونست، دوام سالهای 2021 2022 دیده و دانسته باز هم به تنفروشی ادامه داده 11 تن از مشتریانش را زیر خوف سرایت به این ویروس قتل قرار داده است. از نزدیک 1000 نفر که هر سال در تاجیکستان گرفتار اسپید میشوند، بنا به حساب‌ها قریب 80%ش برای علاقه جنسی به این ویروس قتل گرفتار میشوند. با افزایش مهاجرت اهالی، شمار آنهایی که از کشورهای دیگر و اساساً از روسیه این بیماری را با خود میآورند و همسران بیخبر خود را سرایت میکنند نیز در افزایش است. جمع گرفتار شدگان بس از سال 1991 به این طرف بنا به آمار میانه سال 2022 بیش از 14 از 15000 نفر را تشکیل داده. شماره آنهایی که از این بیماری جان باختند به 4000 نفر نزدیک می شود. اما ناظران امور میگویند شماره واقعی گرفتاران اسپید در کشور میتواند خیلی بیشتر از این آمار رسمی باشد.